سلام، عرض ادب و احترام فراوان خدمت همه عزیزان. موضوعی که برای این برنامه در نظر گرفتم ارتباط بین کمخوابی، چاقی و عضله‌سوزی هست. خب چرا کمخوابی باعث میشه که ما چاق بشیم و عضله از دست بدیم؟ عرضم خدمت شما که کمخوابی آدمو بیچاره میکنه. اگه این مدتی که دارید رژیم میگیرید، ورزش میکنید و همه چیزو درست انجام میدید اما هنوز اون نتیجه‌ای که میخواین رو نمیگیرین، احتمالاً یه عامل خیلی مهم رو نادیده گرفتید که میتونه این خواب باشه. امروز میخوام خیلی ساده و علمی همچین روون براتون توضیح بدم که چرا کمخوابی باعث میشه راحت‌تر چربی ذخیره کنید و عضله از دست بدید، حتی وقتی تغذیه و تمرینتون کاملا درسته. اول از همه این که وقتی خواب شبانه‌تون کمتر از 8 ساعت یک تیکه میشه، نرخ متابولیسم پایه یا همون مقدار کالری که بدن در حالت استراحت میسوزونه پایین میاد. یعنی بدن کالری کمتری رو مصرف میکنه و در عوض بیشترش رو به شکل چربی ذخیره میکنه. تحقیقات تو دانشگاه شیکاگو و هاروارد هم انجام شده که اینو تایید کردن، مربوط به همین سال 2024 و 2025 میشه. دوم اینکه کمخوابی روی هورمون‌های گرسنگی تاثیر میذاره. هورمون گرلین که باعث احساس گرسنگی میشه بالا میره، هورمون لپتین که سیری رو به مغز اعلام میکنه پایین میاد. نتیجهش میشه اینکه شما بیشتر گرسنه میشید، هوس غذاهای پرکالری میکنین و احتمالاً پرخوری مخصوصا آخر شبتون زیاد میشه. سوم سطح کورتیزول شماست، یعنی همون هورمون استرستونه که بالا میره به خاطر کمخوابی. کورتیزول زیاد باعث میشه عضله ها تجزیه بشن، چربی بیشتری ذخیره بشه، بدن نسبت به انسولین مقاومتر بشه، یعنی قند به جای اینکه صرف انرژی بشه راحت‌تر به چربی تبدیل میشه. و چهارم این که نکته که خیلی نمیدونن اینه که کمخوابی موقع رژیم باعث میشه که به جای چربی عضله از دست بدید. این خیلی چیز بدیه و باید حتما رعایت بشه. پس عملا زحمت‌های تامین و رژیمتون کمتر نتیجه میده. در مجموع خواب ناکافی فقط باعث خستگی و بی‌حوصلگی نیست، بلکه متابولیسم رو مختل میکنه، چربی سوزی رو کاهش میده، اشتها رو بالا میبره و عضلات رو در معرض تجزیه قرار میده. اگه واقعا میخواین نتیجه تمرین و رژیمتون رو ببینید، باید خواب شبانه‌تون بین 7 تا 9 ساعت باشه و ترجیحاً همون 8 ساعت یه تیکه باشه حداقل. این یکی از ساده‌ترین و طبیعی‌ترین ابزارهای چربی سوزیه. اگه این ویدیو براتون مفید بود خوشحال میشم که حتما لایک کنید، زیرش کامنت بذارید و بفرستینش برای کسی که شب‌ها کم میخوابه. ممنونم که توجه کردید و متشکرم از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. سابسکرایب فراموش نشه، زنگوله رو هم بزنین که ویدیوهای بعدی رو در جریان قرار بگیرید. ممنون.